بعد خلاصه فصل اول و دوم استرنجر things میرسیم به فصل سوم. فصل سوم توی شوروی در حالی که روسا تلاش ناموفقی برای باز کردن دروازه آپساید داون دارن شروع میشه. دانشمند مسئول پروژه پخ میشه و به الکسی برای انجام این پروژه 1 سال مهلت میدن. مایک و 11 حالا با هم و این قضیه هاپر رو حسابی عصبانی میکنه. بچه‌ها رفتن به مرکز خریدی که تازه باز شده. یه لحظه برق کل شهر میره و ویل دوباره مایندفلر رو احساس میکنه. دسته از موشا رو میبینیم که وارد زیرزمینی انباری میشن، میترکن و تبدیل به توده لزجی از گوشت و استخوان میشن که این مایندفلره که میخواد برای خودش تو این دنیا بدن فیزیکی بسازه. کارن مادر مایک و بیلی برادر مکس با هم دیگه قرار میذارن شب، اما بیلی تو راه تصادف میکنه به همون زیرزمین کشیده میشه و تحت کنترل مایندفلر در میاد. داستین از کمپ تابستون برگشته، بچه‌ها جمع میکنن میرن روی تپه ایستگاه رادیو میسازن که با دوست دخترش که تو کمپ پیدا کرده ارتباط برقرار کنن، اما چون نمیشه بچه‌ها فکر میکنن خالی پسته، جمع میکنن میرن. وقتی که تنها بود یهو یه پیام روسی میشنوه. میره پیش استیو که الان توی بستنی فروشی کار میکنه و به کمک رابین همکار استیو میشن اون پیامو رمزگشایی کنن. مایک خیلی بیادب شده، اصلا خوشش نیومد، ولی هاپر تهدیدش میکنه که از دختر من دور باش. هرچی دورقکی به علم میگه که حال ماموزاگم خوب نیست و اون روز نمیره پیشش. میره پیش مکس ازش کمک میخواد. مکس هم بعدش میبره میبرتش مرکز خرید. مکس خیلی اتفاقی بیلی رو انتخاب میکنن که ببینن الان کجاست داره چیکار میکنه و توی اون اصلا متوجه میشن که بیلی تحت کنترل مایندفلره. بیلی هدر رو که همکارش بود توی استخر رو تسلیم مایندفلر میکنه و به کمک اون بقیه اعضای خانواده‌اش هم تسلیم میکنه. خود هدر رئیس نانسی و جاناتان توی روزنامه است که خیلی دماغشون کرده بودن توی این قضیه موشا که ببینن چی میشه، اخراجشون میکنه. هاپر جویس رو به یه قرار دعوت کرده بود اما جویس نیومد چون رفته بود پیش آقای معلم کلار که ببینه چرا مگنتا نمیچسبن و متوجه میشن که یه ماشین داره تمام نیروی الکترومغناطیسی رو به خودش میکشه. درنچه با هاپر دنبال قضیه رو میگیرن و متوجه میشن که روسا دست دارن تو این قضیه. روسا هم میفهمن که اینا فهمیدن گریگوریو میفرستن که جلوشون رو بگیره. اونجا الکسیو پیدا میکنن، برش میدن میبرن پیش موری. با کمک اون متوجه میشن که روسا میخوان دروازه رو دوباره باز کنن. بنده خدا عمرش به دنیا نبود گریگوری تو شهر بازی تنگیرش میاره و میکشه. داستین و استیو و رابین به خواهر کوچیکه لوکاس اریکا باج میدن که کمکشون کنه وارد مخفیگاه روسا بشن. اونجا روسا رابین و استیو دستگیر میکنن اما داستین و اریکا میان کمکشون و نجاتشون میدن. نانسی و جاناتان هم میرن پیش بچه‌ها و اونجا دوباره 11 تلاش میکنه با بیلی ارتباط برقرار کنه. توی ذهن بیلی خاطرات سخت بچگیشو میبینه و یه خاطره قشنگ کنار ساحل از مامانش. مایندفلر بیلی، هدر و بقیه قربانیاشو جذب خودش میکنه و توی کلبه هاپر به بچه‌ها حمله میکنه. همگی با هم موفق میشن بالاخره فراریش بدن اما پای 11 زخمی. همه گروه توی مرکز خرید جمع میشن. زخم 11 ملتهب میشه و با آخرین قطرات و قدرتش یه تیکه از مایندفلر رو که مونده بود توی پاشو میکشه بیرون. هاپر و جویس و موری هم میان اینجا با هم دیگه نقشه میریزن. اون سه تا میرن به مخفیگاه روسا، لباس سربازای روس رو میپوشن که بتونن کلید نابودی دستگاه پیدا کنن. هاپر و جویس قرار شام میذارن. استیو و داستین و اریکا میرن ایستگاه رادیویی روی تپه. این وسط موفق میشن با سوزی ارتباط برقرار کنه و ازش کمک بگیرن برای پیدا کردن رمز. بیلی بچه‌ها توی مرکز خرید گیر میندازه. وقتی میخواد الو تسلیم مایندفلر کنه، ال خاطره مادرش یادش میندازه و اونجا جلوی چشم همه بیلی خودش رو فدا میکنه که الو نتونه بگیره. وقتی هاپر و جویس می‌خواستن دستگاه نابود کنن، گریگوری میاد و با هاپر درگیر میشه. هاپر حسابشو میرسه اما پشت دستگاه گیر میکنه و جویس مجبور این تصمیم سخت رو بگیره و دستگاه از بین ببره. 3 ماه بعد مرکز خرید بسته شده. شهردار که برای روسالا پوشونی می‌کردن دستگیر شده. ال بعد از اینکه نامه پر احساس هاپر رو میخونه به همراه خانواده بایرز هاکینز رو ترک میکنه. اما تموم نشده. کامچاتکا هستیم روسیه و یک دموگورگن می‌بینیم که یک زندانی رو به عنوان غذا میندازن جلو. چیزی تا شروع فصل 5 نمونده. اگه شما هم تیشرت استرنجر things می‌خواید فردا قراره پیش فروشش باز کنم، حتما تو کانال تلگرام جوین شید.